من در چه حیرون میشم در مردم. من صدقه گروه 24 میشم، صدقه لبو حزب حرکت که کسی که پیش ایمن میخواه برای تاجیکستان اون کار بکنه، من دستی او آدم میفشارم پیش ایمن. من یخدم تا قام شما گروه حزبی کدم ادمینی من دستو تو میفشارم، میگم ملاده استون. نه که من امیدوارم که من پیش ای شما یگان کار میکنم. بعد نه خلاکی اپا میبرند سر به خدا ویرون نکنه شما. من اولی سر نکردم نسبت مردمی مخالف گپ زدن. من گپ زدم اینا میرینند ایزاروشون. من پچکه فکت ها دارم که اینا چه کارها کرده سودیان. نه که من یگان چی نمیگم، در من در کار نیسته، قورش جدا، در من برنامهش محقله تمام. او مثلا کاری خوب مینه کاری بد مینه داود اینا خودش جواب میده. من نمیخوام یگان برادری مخالفه پس بزنم. من بسیار چیزا رو میدونم، نه که نمیگم. برای من یه آدم پس زدم چی میگیرم؟ من یگان چی نمیگیرم. من مبارزان، من مخالفی رحمانوفم تمام. من نه با اشورف پرابلم دارم، نه با محمد اقبال، نه با کبیری، نه با پارتیزان، نه با یگان نفری که امروز داره ضد رژیم خنخوار رحمانوف مبارزه میبره. من به خدا بسیار خریای مردم در اروپا میدونم که چی کارها اینا میکنن. بعضیاش فراموش کردگیان که برای چی اومدگیان اروپا. من به خدا نمیخوام نسبت یگان آدم بدی بکنم. من چند بار هم در مردم گفتگیم که کاری نکنه که من یگان چستانه بگم برای قفای زندگیتون شه، برای کاراتون نکنه. کارتون ندارم. بینم تو در یگان جو خاطری مسلمانی بدنتون خیلیتون یک سلام علیک میکنم، غیر این صورت برای قفای کارتون شه. بعد نه خلکی نفرها میدرن به مثل اپا بعد کینو میننه. همیشه همه گپاشا برای من گفت. باز یا او برادر مثال آورده تو برنامه تا پیشنهاد که من برنامه پیشنهاد کردگی نه نهضت، نه 24، نه یگان حزب حرکت سیاسی امروز در اروپا بودگی دعوای رئیس جمهوری نداره. این یکم آدمی که در اروپا رئیس جمهوری داره در تاجیکستان این منم. کبرار یک نفره که دعوا داشته باشه او چش رحمان شو میتیه. کسی که دعوای رئیس جمهوری کردگی امروز در تاجیکستان 30 سال اوس زندانه. شما هیچ چیز شوخی نفهمه. هر آدم نمیتونه دعوای رئیس جمهوری بکنه. کو مردک باشه یا تدبیر بگه که من دعوا دارم که رئیس جمهور میشم تاجیکستان. که خیلی نیست این مردک. فهمیدی؟ من میدونم که او حرکت یا حزب یا این چیز این هدفش رئیس جمهوریه. من این چیزا میدونم. نه که یه آدم ببره و توپ گفتی رسول همیشه گویا که من میخوام که نمی خیلی برنامه‌ام قطعی بیام رئیس جمهور شدم در تاجیکستان. این رحمانوف قدی خوکشم میبینه و اون نفره که میخواه که رئیس جمهور شود. یا برادر ما از بدخشان برآمد تنها برنامه‌اش پیشنهاد کرد، گفت که من میخواهم که رئیس جمهور شوم در تاجیکستان. فراموز ارگاه شد. 30 سال بردن زندانش کردن. بعد میبرند اینجا توی نقل میکنن ما خیلی میکنیم، ما خیلی میکنیم، فلانیش در فلان جا. من میدونم که این مردم چیکار میکنن. من این چیزا خوب میدونم. راست رمضان سرای خیلی وای شدگیان، سرای ویران شدگیان. میدونم من انشالله بعد رمضان بعد با کار بار دیگر میشود. پروست نمیخوام به خدا یگان گپی سخت بگم، یگان کسی خفا بکنم، برای که دنیا خوشماندگی نیست. ما انشالله میتونیم کار میکنیم که ما رحمان فچپا میکنیم. ما ناامید نیستیم. من میخوام رحمان فچپا کنم. من نه به عمد نهضتم نه به عمد 24 که اونا یگان کار میکنن. من خودم میخوام بکنم. کیه همیشه خیلی مردکه که میخواه که خودش یگان کار بکنه به عمد یک کسی دیگه. متاسفانه به همین خاطر به عمد یگان نفر نشه، به عمد من هم نشه. کسی که میخواه یگان کار کنم خودش خیزه بکنه. تو برای وطنت بینی، برای دینت بینی، برای سرزمینت بینی.
نیمی زمین اومد در خطای فروختن صدا بلند نکرده. نیمی صاحب عقلایی که بدن گرفتن ایروسیا و با مثل ایزد امونا، این همی آدمایی که بدن، من صورتاشو آموندگیم در گلاونی، یعنی آزادی میخواستن، پراستا گرفتن بردن زندانشون کردن. زمین هم نمیفروشن، زندان هم میکنن، لوبای کارا میکنن. کودک 7 ساله، کودک هفتم خان در ناحیه قبادیان حامله‌دار شده. یک روز زنگ زدم، کودک هفتم خان صنف هفتم میخونه، 14 ساله میشه، حامله‌داره. این همین دموکراتیه. این خیلی دموکراتیه که کودک مکتب خون میزویه. همین فساد به درجه رفتگیه که باور کده این مردم، خب بخشش زیاد که برادر عزیز نمیتونم برداشته، ولی وقتی گپه فساد هم خب بلند رفتگیه که کودکا уже زایده شدیان. من خدا را شکر میگم که تاجیکستان برمدم. با خدا همین کارها را میبینم پشم تنم میخیزه. در دور ما خیلی چیزا نبود. ای بچه تاجیکستان به یه جای اومده رسونده که با خدا قسم همین اروپا، این همین آلمان با او درجه که شما پیش رفتگی او رفتگی نیست. در همین شوری و شیطونی و در حرم خری و در همین چیزا که همین آلمان گذروندگی شما، دیسکاتیکاتو همه چیزاتون در اینجا دیسکاتیک کردم که باشه، مسجد هم هست. مردم میرن спокойно مسجد نماز میخونه، یگون مشکلی نیست. داش زن مرد میروه، در ما یک جا میتونه رفته. کودک نو تولد شدگی میروه مسجد، خودش راه گشته بتونه میروه، یگون پرابلم نیست. میاین اکی جواز یک شور شیطونکو. من نو خید کردم که اینجا چی گپ جای کس برومد دشنام من امون. من او دشنام فقط یک آدم کردگیم، همه آدم برمد همیشه مون دوایه اگه خیالش که آبروی من نمیبره. من در همه ایفیر من در کار باشم، همه آدم دشنام میکنم، یگان مشکلی نیسته. ولی روز ساعتش میاد برادرای عزیز که ما همیشه یک کن ترک جنگ جنجال داشتیم با چند نفرها. بعد بزن اخی بزن میدونی چیه، در حکومت کار میکنن، اومدگی چون مخالف گفتگن، در بر مخالفا اومدگن. همینا را من انشاءالله که به همین روزای نزدیک سود دارم، میگیرن رویشون میکنم. بعد میفهمه که الماس چیکار میکنه. من یکم خوری پیش پام تازه میکنم. من نه نهضتیم نه 24. امروز در درنی هر دش بزاسته متاسفانه میبینن یگان چی نمیگن. تا وقتی که برت تازه نمیکنه شما را خطا نمیبرن. ایتسا دانسته بگیرید. این برای همه مخالفایی که در اروپا بخدا در بین هر یک آدم شما هسته، شما کار نمیکنی. شما چقدر بزن میدونه این بزن یگان کار نمیکنی. همین اگر خواستی ما بزش بگیم همین جلو باش کنیم رویش کنن، بعد کراچی خیلی یگان خیلی نمیشه. بزن میقپی یه بار فلانش مینن، هم بچه ها را میقپی، هم بچه هایی که فلان میکنن، هوا یه بار فلانش مینن بعد رویش میکنی. بدونن که یا که در این طرف هم یا که در اون طرف میان روی اوچهشون از سیاه میکنن، در این بین مخالفان میدونن، شور شیطانی میکنن، سوء استفاده میکنن. وقتی که تاجیکستان میرن زندانشون میکنن، میگن که دیده اروپا آدم اومدن زندانشون نکردن. اگه این چه نشان میده که مقصد مخالفا برن زندانشون نکنن. روی شما سیاه عبدالله شمس‌الدین برده زندان کرده، فاروق اکراموف برده زندان کرده، بیلال قربان علی برده زندان کرده. چند آدم هایی که بدن، ولی من نامبر نمیکنم، آدم هایی که اوکراین اومده بودن، پراست یگان حزب حرکت نبودن، اومدن برفتن تاجیکستان، شما پرابلمشون کرده، حکومت برده زندانشون کرده. چند بچه های بدخشانی بودن که در همین اوکراین همینجا اومده بودن، آلمان اومده بودن، پراست یک سال نیم سالی شدن برفتن و یا نه یگان سیاسی نبودن، یگان چیز نبودن.
ягон чӣ набуданд. просто барафтан ҳукумат фикр карда ки оно шумо ақл надорад ҳамин ҳукумат. мухолиф овода ранги ман вураштаринарай меброяд я студио мекушояд ки дар ягон барнома меброяд чеҳра хати гап мезанад мега ки гӯш кине шумо диктаторе, шумо золиме, шумо қотиле, шумо инам хелакие. ӯ одаме ки намедонам я лайк монда ё ки як овозӣ гап зада шумо дар 1 минут мехезе мебаре хеле инсонҳоро зиндонӣ мекунед. ман мегӯям ки мардак ҳамон одаме ки рӯшанишон метия гап мезанад. шумо ана ӯ инсонҳоро ба қапе зиндон кунед, ман мегӯям ки гап то надорам. шумо ку ҳеҷ чиза ҳақ надоре ки зиндон бикунед. барое ки мо аз рӯи қонун кор кардастем. кадом кори мо ғайриқонуние? конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон моддаи 27 бидроя бихонед ҳама. мега шаҳрванд ҳақ ва ҳуқуқ дорад ки дар ягон ҳизби ҳаракат шомил бишавад ё ки худаш дар танҳоӣ ягон ҳизб кушояд бира мубориза бара зидди ҳизби ҳоким. ягон мушкилӣ